بله، نوروز این اگر به تاریخش نگاه کنید پیش از آمدن دین مقدس اسلام بود. اهل مدینه هم دو عید داشتند. بعضی ها گفتند که همون دو عید، عید مهرجان و عید نوروز بود. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدند پرسیدند که این چه عید است، این چه روزی است که شما در این روز یعنی جشن میگیرید؟ اونا گفتند که یا رسول الله، این در این دو روز ما شادی میکردیم و خرسندی میکردیم، در مدت یک سال دو عید داشتن. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که ان الله قد ابدلکم بهما خیرا منهما. الله تعالی به عوض این دو روز، به قول شارح ها نوروز بود و مهرجان بود، میگم به عوض این دو روز خیرا منهما، از این دو روز بهترش را عوض داد. یوم الاضحى و یوم النحر و یوم الفطر. روز اضحی یعنی روز قربانی و روز فطر. در دین مقدس اسلام عید بعدی عبادت میشد. مثلا 30 روز ماه مبارک رمضان روزه میدارید، دهه آخر آن 10 شبش شب زنده داری میکنید، شب قدر را جستجو میکنید، روز عید صدقه فطر میبرارید، بعد از آن نماز عید میخوانید، بعد عید میکنید، خرسندی میکنید، یعنی همش بعد عبادت. عید قربان عبادت حج به آخر میرسد، رکنی از رکنهای دین مقدس اسلام است. حج، روزه هم رکنی از رکنهای دین مقدس اسلام است. یکی بعد روزه و غالبا زکاتش هم هست، بعد روزه و زکات میشد. یکی بعد حج و دهه آخر روز عید قربان، 10 روز، روز عرفه یا روزش هم روزه داشتن مردم، هم روز عرفه حاجی ها در وادی عرفات بودن، باقی مانده ها به عبادت مشغول بودن. کسی روزه داشت 2 ساله گناهش بخشیده میشه. فردا روز عید است، نماز عید میخونن، قربانی میکنن و با گوشت قربانی عید میکنن. یعنی این دو عید بعد عبادت هست. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه قد ابدلکم الله خیرا منهم. الله تعالی به عوض آن دو عید، دو عید آورد که از وی دو عید بهتر بود. او دوی محو کرد، نیست و نابود کرد، به جاش دو عیدی نو آورد. الله تعالی هم میگه که والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما. بنده های نیک الله تعالی آنهایی که به دروغ شاهد نمیشن. امام مجاهد گفتن که اینها اعیاد المشرکین، این عید مشرک ها هست. یعنی بنده های نیک الله تعالی به عید مشرک ها اشتراک نمیکنن. و نوروز این از آن اصلش فارسی های مجوسی ها بود، یعنی آتش پرستا بود. بنابراین 1000 مراتب، هزارها اونایی که دعوای علم میکنن این به دین دخل ندارد، این یک عیدی ملی یا یک عیدی گوییم دهقانی یا زردشتی، هر چیزی که اگر گوینم این دین به دین مقدس اسلام دخل ندارد. و اقلا مراتب کتابای حنفی رو گرفته درباره نوروز خوانید. امام ابو حنیفه پیری مذهب میگوید، مذهبی حنفی مذهبی ما میگوید. کنی یه بار کتابای مذهب خوانید چی در عید نوروز چی گفته است. یعنی یا شما دانا ابو حنیفه و علمای مذهب حنفی بی سواد و افراطگر، یعنی که شما بی سواد. کسی که نوروز حلال و عیدی ما حساب میکنید، عیدی مجوسی ها هست. اگرچه مثال زبانشان فارسی باشد، مثلا جمشید روزی که پادشاه شد همون روزی نو اعلام کرد. برای وی روزی نو بود، بله، تا دین پادشاه نبود، امروز پادشاه شد، برای وی این روزی نو بود. بله مثلا برای دهقان ها روزی اول کشت و کار و روزی مثلا بهار و برای فهمیدن فصل سال و این چیزا هست، لیکن احتفالش یعنی جشن گرفتنش، خرسندی کردن، لباس مخصوص پوشیدن، زنهای مردها آمیخته شدن، رقص و بازی، این کارا حرام است. حتی اون طعام هایی که
مخصوصا به نوروز پخته شده است، علمای مذهب حنفی گفتین یعنی خورده نمیشد. حتی کتاب قاضی خان گیرید خواند آیدی من نوروز، حضرت عمر گفتین که اجتنبوا اعداء الله فی عیدهم، یعنی در عیدهای دشمنای الله تعالی پرهیز کنید. یعنی مجوسی ها اونا مسلمان نیستند، اونا آتش پرست هستند. روایتی بیهقی است. عبدالله ابن عمر گفتند که کسی که راهگذر شود از بلاد عجم و همون به وقت نوروز درست آید و احتفال نوروز داشته باشند و اینها هم به آنها مانندی کرده همون روزهای جشن گیرند و در همون حالت اگر وفات کنند حشر معهم گفتند، همراهی همونها زنده میشه. خلاصه سخنها زیاد است. بعضی اومد که بله این جشن دینی نیست، این جشن دنیوی سبب دارد. مثلا شما خانه‌دار شدید، زن گرفتید، بله وای جشن میگیرید. خلاصه جشن اگر جشن دنیوی باشه، مثلا زن گرفتید، بله توی خورسندی میکنید، برای اینکه شما خانه‌دار شدید توی میکنید. اون اصل شرعی دارد. پیامبر صلی الله علیه و آله اولی ولو بشه توی کن، اگرچه با یک گوسفند باشه. لیکن نوروز عموما به شریعت درست نمی آید. بله.